کدام یک از سیستم‌های متناظر مؤثرتر است و می‌توان با کارایی بیشتری از آن بهره برد؟ کدام یک از سیستم‌ها اطلاعات اعضا را بهتر در خود ذخیره کرده‌اند؟ تجربیاتی که تا به حال به دست آمده‌اند حاکی از آن هستند که سیستم‌های متناظری که بر روی دیگر اعضای بدن هستند و بیشترین شباهت را به بدن انسان دارند، پیام‌های شفابخشی را بیشتر ارسال می‌دارند. این اعضا همان دست‌ها و پاها هستند که شباهت ساختاری جالبی با بدن دارند. به علاوه به خاطر تماس با محیط بیش از سایر اعضا پیام‌های شفابخش می‌فرستند. گویی طبیعت به شکلی آگاهانه کاری کرده است که مؤثرترین مناطق همانهایی باشند که بیشتر هم مورد تحریک واقع می‌گردند. به همین دلیل پیام‌های شفابخشی که از جانب دست‌ها و پاها ارسال می‌شوند قوی‌تر و مؤثرتر از پیام‌های اکثر سیستم‌های متناظر دیگر هستند. روش درمانی سوجوک نیز کلاً بر پایه سیستم‌های متناظر واقع بر دست‌ها و پاها بنا شده است. سطح اول آن به سادگی و حتی توسط افراد فاقد تحصیلات پزشکی قابل استفاده است و شامل چند سیستم متناظر شفابخش میباشد. از دیدگاه کاربردی مهمترین سیستم‌ها عبارتند از سیستم متناظر اصلی و سیستم متناظر حشره‌ای. مندرجات این کتاب به شرح همین دو سیستم محدود می‌شوند چون کاملاً مناسب استفاده شخصی و از کفایت لازم برای این منظور برخوردار هستند. سطح دوم یا بالاتر سوجوک روش درمانی خاصی میباشد که بر پایه مابعدالطبیعه بنا گشته است. پیچیده‌تر از سطح اول و اطلاع از طب سوزنی برای آموزش و تبحر در آن ضروری است. اما سیستم متناظر اصلی، ساختار دست‌ها و پاها به شکل تقریباً کاملی مشابه ساختار بدن انسان است. برای اینکه تصویر ذهنی از آن به دست آورید کافی است کف دست را به نحوی در مقابل خود بگیرید که انگشت شست رو به بالا باشد. شباهت خیره کننده آن با بدن آشکار است و مناطق متناظر اعضا و قسمت‌های مختلف بدن به وضوح و به شکلی منطقی بر روی آن قابل شناسایی هستند. انگشت شست متناظر با سر و گردن است. انگشت‌های دوم و پنجم به دست‌ها مربوط می‌شوند. انگشت‌های سوم و چهارم به پاها مربوط می‌شوند. بند انگشتان دقیقاً به مفاصل دست‌ها و پاها